با سلام. یکی از مسائل خیلی مهمی که بشر امروزی رو تهدید میکنه مشکلات روانی و عصبیه. ما در جوامعی داریم زندگی میکنیم، ما انسان‌های امروزی در جوامعی زیست میکنیم که اکثرا جوامع شلوغی، اجتماعات صنعتی بسیار شلوغ، آلودگی صدا، آلودگی هوا و آلودگی بسیاری از مواد غذایی، همه اینها اثر میذاره روی انسان و یکی از این اثراتش مسائل عصبی و روانیه. اینو توجه داشته باشیم که اعصاب و روان و تغذیه اثرات متقابل بر هم دارن. تغذیه تأثیر بسیار مهمی در اعصاب و در سلامت و یا ناراحتی اعصاب و روان داره. تغذیه صحیح میتونه تقویت بکنه اعصاب و روان. خب حالا لازمه ما بدونیم کدوم یک از مواد مغذی تأثیر دارن روی سلامت اعصاب و روان. انرژی یکی از عوامل مهمیه که خیلی موثره در سلامت سیستم عصبی. کربوهیدرات یا قند خون که گلوکوز نام داره خیلی موثره در وضعیت عصبی انسان. افت قند خون که در اثر رژیم‌های لاغری غلط و یا در اثر تغذیه نامناسب ایجاد میشه میتونه عوارض عصبی خیلی شدید مثل عصبانیت، پرخاشگری، بیمیلی به کار، بی‌حوصلگی، افسردگی ایجاد بکنه. یکی دیگه از عواملی که خیلی موثر روی اعصاب ویتامین های گروه B هستند. ویتامین های گروه B که عمدتاً در جوانه ها، غلات باسبوس، لبنیات، جگر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی وجود داره و همینطور در غلات دارای سبوس و سبزیجات دارای برگ سبز ویتامین های گروه B به مقدار کافی موجوده، خیلی موثرن در سلامت سیستم عصبی. حتی میتونیم بگیم یکی از ویتامین های گروه B که ویتامین B12 نام داره، کمبودش میتونه باعث افسردگی خیلی شدید بشه و یا ویتامین PP یا نیاسین کمبودش ایجاد افسردگی میکنه. ویتامین B1 یا تیامین همینطور بسیار موثر روی سلامت سیستم عصبی. ویتامین C چون باعث تولید انتقال دهنده های عصبی میشه تأثیر مهم داره در سلامت سیستم عصبی و آرامش اعصاب. و از املاح ما میتونیم از یود و آهن نام ببریم. اگر مادر در دوران بارداری دچار کمبود یود باشه حتی نوزادش عقب افتاده ذهنی به دنیا میاد و یا در دوران شیردهی اگر یود به مقدار کافی به بدن مادر نرسه و در شیرش موجود نباشه کودک عقب افتاده ذهنی میشه و البته با علائم خفیفتر. افراد بزرگسال همچنان که دچار گوات یا کمکاری غده تیروئید بشن دچار بهت زدگی، کمبود حافظه، کاهش قدرت یادگیری میشن و دچار عوارض عصبی میشن. آهن هم به دو دلیل خیلی موثر در سلامت سیستم عصبی. یکی به دلیل اینکه اکسیژن رو به سلول ها میرسونه و کمبود آهن باعث میشه سلول ها اکسیژن کافی دریافت نکنن، از جمله سلول های عصبی نتونن کار خودشون رو خوب انجام بدن و همینطور چون در واکنش های داخلی اثر داره بنابراین کمبودش میتونه ایجاد بی‌حوصلگی و آسیب پذیری و ناراحتی های اعصاب بکنه.